آقا این روزا به خاطر حجاب اکثر ماشینا توقیف میشه. چند تا نکته بهتون میگم دقت کنید. ببین اگر ماشینتون توقیف شد گفت باید بره پارکینگ، بگو من خودم میبرم پارکینگ. نه باید ماشینت همینجا بمونه، بگو اوکی ماشینو میذارم قفل میکنم، سوئیچ هم بهت نمیدم. یعنی سوئیچو به پلیس تحویل نباید بدید، الزام نیست که تحویل بدید، قانون نیست اگه گفت سوئیچ بده بگو من سوئیچو بهت نمیدم. ماشین میخواد بره پارکینگ بره. مدارکم اگه گفت بده بگو مدارک همراهم نیست، اگرم همراه بود نده، مدارکت هم گم میکنم، سوئیچت هم گم میشه، یا خدای نکرده یه چیزی از تو ماشینت کم میشه، ماشینت میره تو پارکینگ، سوئیچ دست پارکینگ، کسی گردن نمیگیره که اگه چیزی شده باشه، اتفاقی افتاده باشه برات مشکل پیش میاد. حتما قبض پارکینگ رو به نام خود تحویل بگیر، همونجا هم تحویل بگیر. اگه پلیس گفت قبض نمیدم بگو زنگ میزنم به 197 ازت شکایت میکنم، قبض پارکینگ هم بهت میده. پارکینگ هم که رفتی به پارکینگ بگو آقا یه جای درست حسابی بگو ماشینو من بذارم، چون سوئیچو بهت نمیدم، ماشینو میذارم میرم. چون برای مالک SMS میره، به خاطر این میگم قبض پارکینگ رو بگیرید. اگر سند به نامتون نباشه به مشکل میخورید. پولم به کسی ندید که نمیدونم از رو پلاکتون بی حجابی و اینا رو بردارن. الان دیگه همه راه افتادن میگن نمیدونم من خالم اونجاست، نمیدونم من داییم اونجاست، همه دروغ میگن. پولتون رو میخورن یا آبم روش. خیلی مواظب باشید.